حضرت الله اعلم حسین واعظی کاشفیست گمان میکنم یک نظم داره، میگم مستمند بود در اقصای روم، روز شب میگفت این الظلم شوم. یک درویش میگه در اقصای روم زندگی میکرد، دائم که مردم نصیحت میکرد تاکید شو میکرد که این الظلم شوم، از ظلم بپرهیزه که این ظلم بدترین عمل است. ظالم یک روز با وی قهر کرد، بهر آن مسکین 3 نام پر زهر کرد. یک ظالم است سخنای درویش نمیفوره، 3 قرص اینا نمیگیره و به زهر آلوده میکنه و در دست همی درویش میتایی. بیچاره کم بغل بود است که مقصد از همین نانا استعمال کنه و بمره، جان مخلاص شوه از نصیحتاش. هر 3 فرزندان آن ظالم سوار، گرسنه آنجا رسیدند از شکار. درویش نونا را گرفت در خلطش انداخته روانه شد. در راه اومد که 3 جوان نازنین در بالای اسوار از شکار اومد استیان. 3 شاه پسرهای همون ظالم بدیان، گرسنه بدیان. نان در خلطه این درویش میبینن، میگن انا امک جان یگان چی نداری بخوریم که گشنه ایم. نام بدهشان داد درویشان زمان، تا که نان خوردند بسپردند جان. درویش همون نانا را گرفته در دستی همون جوان مردا داد. این درویش هم نمیشناسه شو که یه بچه‌ای کیان، بیچاره نمیدونه که این نانا زهرآلود شدگیان. هر کی بد کرده برادر دید بد، هر کی چه کند ای پسر افتاد خود. هر کسی که بد کنه البته بدی را میبینه، زیرا بر طبیعت واجب میشه و مکافاتش. هر کسی چاه کند عاقبت الامر در همه چای کندگی خودش می افتد. از این خاطر خداوند گفت که یا عبادی انما هی اعمالکم ردت الیکم. ای بندگان من، این آگاه باشه که عملهای شما به سوی خود رد میشوه، خواه نیکی و خواه بد. رد یعنی که رد میشوه به سوی شما. احصیها لکم ثم اوفیهم ایاها ثم اوفیکم ایاها فمن وجد خیرا فلیحمد الله. پس هر کسی که عمل خیر را ببینه باید حمد خدا را به جا بیاره. و من وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه. اما هر کسی که غیر خیر ببینه، هر کسی که شر ببینه، هر کسی که جزا ببینه، باید فقط خودش ملامت کنه، زیرا این بدی از وجود خودش خارج شده است، زیرا این بدی را این شخص خود مرتکب شده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه جایی مشتلگت کوبی نمیگذاشت که مسلمانا یک مسلمانی برادری خود به زبان آزار دهند. اندیشه نمیکرد که همه چی پایه و مرتبه داره. البته که تاکید شو میکرد که هی مسلمانا، دشنام حقارتگویی، دلازاری، عمل زمان جاهلیت پیش از اسلامی است، برای مسلمان زیبنده نیست. در حدیث متفق علیه اومده است. حضرت معرور یکی از علماء تابعین روایت میکند لقیت ابا ذر بالربزه علیه حله و علی غلامه حله. میگه ابو ذر غفاری را، همون که حدیث شما برای شما قصه کرده استیم، از حدیث صحابه ها است، زاهی ترین صحابه های پیغمبر. دیدمش میگه در ربزه. ابو ذر در مدینه دیگه زندگی کرده نتونست. وقتی که دید که مردمی بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف آورده، اینقدر چنگ به دنیا زدیان، از پشت زر زیور میتازن، خانه‌های با حشمت درست کردیان، اینقدر دنیا دوستدار شدیان، دیگر در میان مردم زندگی کرده نتونست. از حضرت عثمان که او زمان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، امیر المؤمنین بود، اجازه پرسید و به ربزه کوچید. ربزه نام یک موضع است که 3 مرحله از مدینه خارجتر است. به تنهایی خودش همراه اهل بیتش در همون ربزه زندگی میکرد. میگه در ربزه دیدمش در تنش یک جامعه بسیار زیبا و در تن غلامش هم عیناً مثل همون حله ابو ذر پوشاندگی است. یک غلامی که هیچ حقوق نداره، سر لباسش مثل سر لباس ابو ذر.
فسألته عن ذلك، من میگه در تعجب موندم، سوالش کردم که یا ابوذر در اینجا چه حکمت است؟ چرا تو غلام تا مثل خودت لباس دادی؟ حضرت فرمود اینی صاببت رجلا، من گفت باره به نافهمی یک مسلمان دشنام دادم، فعیرته به امی، مادرش طعن زدم، بر مادرش طعن وارد کردم. شارح ها روایت میکنن در بعضی حدیث ها هم اومده است که شخصی که ابوذر غفاری رضی الله عنه او را طعنه زده است حضرت بلال بود، بلال حبشی. روز هر دش گپاشو میگریزن، ابوذر در حالت خشم میگه یبن سودا، ای پسری سیاه زن، مادرش زنگی بداخی، پسری سیاه زن گفته طعنش میزنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه از همین ماجرای ما واقف شد، صدام کرد میگه گفت یا ابوذر اعیرته به امی، ای ابوذر گفت تو مسلمان تو با مادرش طعنش زدی برادری مسلمان تا؟ اینک امرؤ فیک جاهلیه، تو گفت مردی هستی که تا حال خلق اخلاق جاهلیه را نپرتفته، تو مسلمانی. ابوذر قبل از هجرت پیغمبر اسلام آورده بود، با مکه رفته و اسلام آورده بود، اما تا به حال خلق اخلاق جاهلیه در وجود تو موجود بوده است. اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت ایدیکم، گفت بعضی برادرای شما آخی زیر دستای شما هن، خداوند او را زیر دست شما کردین، پس شما بلاشو ظلم را با میبینه. فمن کان اخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما یلبس ولا تکلفوهم ما یغلبهم فإن کلفتموهم فاعینوهم. گفت هر کسی را که خدای تعالی یک مسلمان از زیر دست او کرده است، از همون طعامی که خودش میخوره برای همون زیر دستش باید مهیا کنه، و الا در پیش خدا جواب میگه. خدا طعام لذیذ بخوری و یک اندقوه را بری در پیش او زیر دستت مانی، فردا در پیش خدا جواب میگوی. ببینه اسلام بزرگیشه نسبت غلاما پیغمبر نصیحت کرده است، امتشا اصحاب خودشا. غلام در اون زمان هیچ حقوق نداشت، یک مالی بود که از بازار خریده میشد، هر طعامی که میخوری میگه برای انمو غلامی زیر دستت مهیا کن، و هر لباسی که خودت میپوشی برای زیر دستت مهیا کن که مثل تو آزاده باشه، و هیچ وقت از قوت بیشتر کارشو نفرمه. میگه اگر مبادا یک کاری مشقتناک و مشکل فرموده شما خودتو کمکش کنی، از اون طرفی همو بار مثلا شما برداری خودتو، و الا در پیش خدا مسئول هستی. از همون زمان حضرت ابوذر میگه دیگه هر چی که من میخرم به غلامام میتم، هر چی که میپوشم به غلامام میتم. در طعام و در لباس بین ما دیگه یگان تفاوت نمونده است. اینایی است اسلام. برادرای عزیز، در اسلام ظلم پسندیده نیست، خواه به دست باشد خواه به زبان. در صحیح امام بخاری از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادری مسلمان است، گفت لا یظلمه ولا یسلمه، هیچ وقت مسلمان حق نداره که بالای برادری مسلمان خود ظلم کنه، و هیچ وقت حق نداره که مسلمانی برادرش در وقتی که یک بیگانه او را آزار و اذیت میته ترک کنه. یک مسلمان دیده که یک آدم بیگانه آزار میته باید مسلمان پشتیبانی کنه از او. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، هر کسی حاجت یک برادری مسلمان خود برآورده میکنه خداوند حاجت این بنده را میبره. خداوند خود کفیل شده است که تو حاجت بنده مرا برار، من کفیل هستم، من حاجت های تو را میبرم. و من فرج عن مسلم کربه فرج الله عنه کربتا من کربات یوم القیامه، هر کسی که یک مشکلی برادری مسلمان حل میکنه، یک غم اندوهی برادری مسلمان برطرف میکند،
فردا روز قیامت خداوند یک مشکلی و مشقت دهشت قیامت از سر او بنده دور میکنه. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. هر کسی که عیب و نقصان یک برادر مسلمان خودش میپوشاند، خداوند این بنده را فردا روز قیامت گناه و عیب و نقصان هاش میپوشانه، شرمنده بازار قیامتش نمیکنه. وقت ما مسلمان هستیم، مسلمان در ذمه برادر مسلمانش حقهای فراوان داره. در این مسئله ما زیاد صحبت کرده ایم. حضرت علامه اقبال میفرماید ملت از یک رنگی دل هاستی. ملت میگه از زبان و تریتوریا یک نیست، ملت از یک دلی است. وقتی دلت یک شد، ایمانت یک شد، تو هم ملت میشوی. ملت از یک رنگی دل هاستی، روشن از یک جلوه این سیناستی. اهل حق را حجت و دعوا یکیست. سینه ها از هم جدا، دل ها یکیست. اهل حق مسلمان ها یک حجت دارن، یک دعوا دارن. اگر چند که سینه هاشو جدا هست، جسم هاشو جدا هست، اما دل های همشو یک هست. زیرا او دل به نبض لا اله الا الله محمد رسول الله میتپه. از حجاز و چین و ایران ما، شبنم یک صبح خندان ما مسلمان اولاد خلیل. از ابیکم گیرگر خواهی دلیل. ما مسلمان و مسلمان زاده هستیم، ما فرزندای ابراهیم خلیل علیه السلام هستیم. برای تو حجت لازم است. مرحمت قرآن بین و تبع ملت ابیکم ابراهیم. خداوند میگه پیروی کنه ملت پدرتان ابراهیم را. ما زی نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم. ما از نعمت پروردگار میگه برادر شده ایم، یک زبان هستیم. زبان و زبان لا اله الا الله محمد رسول الله است. یک دل هستیم، یک جان و یک تن هستیم. همین را باید فراموش نکنیم. امروز هر ظلمی که بالای مسلمان میوه، با اگر اندیشه کنی از یک برادر مسلمانی خودش میوه، از بیگانه نه، از یک مسلمان میوه. در روسیه بودیم، مسلمان فقط از مسلمان شکایت میکنه. تاجیک از تاجیک همه برده است، به غلامی میفروخته است در روس ها. مرگ اتواری مسلمان، لعنت خدا برای طایفه مردم بود. مسلمانی که در حق برادر مسلمانی خودش خیانت میکنه، حقوق دعوای مسلمانی نداره، حق نداره که خچه مسلمان بده. روش در گوری تری ملعونه. کاش پروردگار زودتر جان همین ظالما را میگرفت که مردم میرهیدن از چنگ اینا. این چی سخن است؟ این چی کار است؟ نخواه مسلمان در جور و ظلم به برادر مسلمان خودش همدستان با کفار باشد. بعضی لعنتیاش از وحشی دیده وحشی تر هستند. یک کتاب خوندم درباره مهاجرای تاجیک. اصلا مهاجرا بر روسیه، مهاجرینی که در روسیه کار میکنن، قسم به خدا همه هر صحیفه‌اش میزنی یک خیانت است، یک ظلم است که مسلمان در حق برادر مسلمانی خودش کرده است. همون کسایی که به برادر مسلمانش ظلم روا دیدن، فراموش نکنن که خداوند در همین دنیا خارشون میکنه. همون ظلم جور بالای خودشون میآید. اگر از بیگانه نیاید، از فرزند، از پیوندای خودشون میآید. ملعونا را باید آگاه باشن. به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان مور مرغکی راه. هنوز از صید منقارش نپرداخت، که مرغی دیگر آمد کاری او ساخت. شاعر میگه به چشم خود دیدم که یک مرغ آمد یا مور را گرفت. مور یا نوعی کیرمای، حالی همون را فرو نبرده بود که باید باشه دیگه اومدی را شکار کرد. چه بد کردی مشو ایمین زی آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. که بد کردی منتظر بد باش. هر کی بد کرده برادر دید بد، هر کی چه کرد ای پسر افتاد خود. همین را باید فراموش نکنی. سرمنشه تمام این بدبختی ها از کجاست؟ از کجا پیدا شد؟
از حسد و کینه، از طمع به مال و ثروت اندوزی. در جامع السنن امام ترمذی اومده است پیغمبر نصیحت کرد امتی خدا، گفت دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. بر شما گفت درد بی‌دوای ملت‌های دیگر الکی اثر کرده است. همون درد بی‌دوایی که در دیگر خلق‌های پیش از شما بود و به سبب این درد خوار و زار شدند، از راه حقیقت دور افتادند، امروز بر شما نیز اصابت کرده است. یکیش حسد بردن، دویمش کینه و عداوت. همین دو درد بسیار دردی بی‌دوا هستند. پیغمبر گفت هی الحالقه، این تراشنده هست، نیست کننده هست. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. من نمیگم میگه که این مو می تراشه، نه، دین انسان می تراشه، دین از بیخ و بونش بر میکنه. به خاطر حسد شده مسلمان با برادرش خیانت میکنه. یک شخصی را که خدمت اسلام میکنه میبینی سه چهار بدگهری برزگانی که از دستشو هیچ هنر نمیآید با بدگویی با روسیاهی میخواهند از صحنه برطرف کنند. همین از روی چی است؟ از روی حسد است، قسم به خدا. پس باید از این حسد بپرهیزیم، از حسد دور باشیم. حسد حکمت در قلب عالم ها حتی نیست نابود میکنه. چی جای عوام الناس؟ هیچ وقت باید حسد نبریم. حسد انسان به ایمان میکنه، مسلمان به ایمان میکنه. ایمان انسان ها را سلب کرده است. در تاریخ مثال های زیاد اومدگی است. شیخ سعدی میگه توانم این که نیازارم اندرون کسی، من میتونم که هیچ کس ضرر نرسونم، هیچ کس آزار نتم، همین قدر خداوند مرا به آزار خلق کرده است. توانم این که نیازارم اندرون کسی، حسود را چی کنم کوزی خود برنج در است. اما همین حسد خود چیکار کنم؟ این بدبخته که این به همه حسد خود گرفتار است. بمیر تا برهی ای حسود، که این رنج است که از ملالت آن جز به مرگ نتوان رست. ای حسدخور میگه پیش خدا دعا کن که خدا تیزتر جان تا بگیره، زیرا این دردی بی‌دوا های، یگانه علاج این مرگ های. ای خدا همون مرگ طلب کن مادام پیش حسد اخته گرفته را میتونی. پس همین حسد باعث کینه‌توزی میشود، باعث دشمنی و عداوت میگرده. و پیغمبر امتی خود از همین درد بی‌دوا تحذیر داد که بسیار بسیار احتیاط کنه. گمراه شدن ابو جهل و ابو لهب، امیه ابن خلف، عقبه ابن ابی معیط از چی بود؟ گمراه شدن عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه، این شخصا عالمترین دانشمندترین اشراف قریش هستند. از روی چی بود؟ از روی حسد بود. قسم به خدا حسد به جاه محمد صلی الله علیه و سلم بردن که چرا یک یتیمی که از پدر و مادر خود جدا کلان شده است، به غریبی کلان شده است، مال و ثروت زیاد ندارد، پیغمبر شده است مانع. و همین حسد عاقبت الامر کافر شو کرد، در کفر باقی شو گذاشت، با کفر از دنیا رفتن. با کفر گرفتار شدن بنی اسرائیل که اینقدر خداوند در میان اونا پیغمبران را مبعوث کرده است، با فضیلت خداوند در قرآن توصیف شو کرده است. از روی چی بود؟ از روی حسد. اولا با عیسی علیه السلام حسد بردن که مردم غیر یهودی را بدین خواند است، مردم غیر یهودی را راه هدایت نشان داده است. بعدا بر محمد صلی الله علیه و سلم. و همین حسد باعث گمراه شدن بنی اسرائیل شد. با همین قدر علم و دانش و زیرکی شو گمراه شدند و به غضب خدا گرفتار گشتند. پس این حسد باید از قلب خود دور بپرتویم برادران. بسیار باید احتیاطکار باشیم. در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد: والذی نفسی بیده لا تدخل الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، گفت حضرت، تا زمانی که مؤمن نشوید و ایمان نیارید شما داخل جنت نمیشوید.
و تا زمانی که همدیگر را دوست ندارید مسلمانو، شما مؤمن حساب نمیخورید. تا زمان در بیان شما کینه و کدورت هست، شما مؤمن واقعی نستید. افلا انبئکم بما یثبت ذلکم لکم افشوا السلام بینکم. پیغمبر گفت شما را به کار آگاه سازم که اگر همون کار در ثابت قدم باشه، انشالله در قلبات محبت پیدا می شود، مؤمن می شود، وارد جنت می گرده در عاقبت کار. سلام در میان تو افشا کنه، به همدیگر زیاد سلام بتین، سلام صدقی بتین. سلام نه که السلام علیکم بگوی ای پیش دور جواب و غیبت چکنی، نه، سلام واقعی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو ای برادر مسلمان، سلامتی و ایمنی خدا، هم از شر شیطان، هم از نفس پلیدت، و رحمت خدا و برکات او بر تو باد. صدقاً دعا کنی و او برادر مسلمان هم صدقاً جواب سلامی ترا بگردوند. در همین صورت ما انشاءالله محب میشویم به هم دیگر، ایمانم قوی میگرده و انشاءالله به هدایت خداوندی وارد جنت المأوا میشیم. راه دیگر نداریم برادرای عزیز. فراموش نکنه که ظلم به همین دنیا با خاتمه نمییابد، ظلم با ادامه داره. در صحیح بخاری اومده است از حضرت ابو هریره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیحت کرد، گفت من کانت عنده مظلمه لاخیه فلیتحلله منها. هر کسی که در نزدش یک مظلمه از برادرش باشه، یک حقی از برادرش باشه، به یک برادر ظلم روا دیده است، دشنام حقارتش کرده است، یا غیبتش کرده است، یا حقی او را خورده است، یا ضرب لتش کرده است، در همین دنیا طلب بحیلی کنه، روی توبه کنه، در پیشش عذر خواهی کنه تا که گناه شما را ببخشه. فانه لیس ثم دینار ولا درهم من قبل ان یؤخذ لاخیه من حسناته. زیرا که در قیامت دیگه درهم و دینار نیست که درهم و دینار بتی و جان تخلاص کنی. برای برادرت از حساب حسنات گرفته و داده می شود، از نمازت و از روزه و از حج و زکاتت به یک برادر مسلمانی که تو در حق او ظلم روا دیدی ادا کرده می شود. فإن لم يكن له حسنات اخذ من سیئات اخیه فطرحت علیه. اگر بالفرض همون برادر دیگه حسناتش نموند، همش تمام شد، اما ظلم و جورش حالی باقی است، پس گناه های همون برادری را که در ذمه ای حق داره طرح میکنن و در بالای سر این بدبخت میزنن. در بعضی روایات اومده ثم طرحت فی النار، بعد از پاهاش کشان میبرن در دوزخ میپرتوینش. این حق مسلمان است. از حق مسلمان ما حقوق نداریم که تجاوز کنیم برادرای عزیز. در صحیح مسلم اومده است بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مسلمانان مراجعت کرد، گفت اتدرون ما المفلس؟ شما میدونه که مفلس چی کس است؟ چی شخصی را مفلس میگن؟ کلمه مفلس احمد میدونه با فکرم، بانکروت. اصحاب گفتن المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. گفتن ما مفلس گفته شخصی را میگوییم که نه یک پول دارد، نه یک متاع زندگی دارد، هیچی ندارد. حضرت صلی الله علیه و سلم شرح داد، گفت ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامه بصلاح و صوم و زکاه یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و ضرب هذا و سفک دم هذا. گفت مفلس از امتی ما شخصی را میگن که این مفلسی دنیا هیچ گپ نیست، گفت این گذرنده است. مفلس از امتی ما شخصی را میگن که فردا روز قیامت با سری بلند میخیزه، زیرا نماز داره، روزه داره، زکات داره، با خود توشه برده است. اما این بیچاره در دنیا یک مسلمانی را دشنام داده است، یکی را غیبت کرده است، تهمت کرده است، یکی را ضرب لت کرده است، یکی را مال شبن و حق خورده است، یکی را خونش ریزانده است.
فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته. پس یک برادری مسلمان از حسناتش داده می شود، حق طلب میکنه از حسناتش، یعنی یک تاش نمازش میگیره، یک تا دیگرش روزهاش میگیره، یک تا دیگرش زکاتش میگیره. فان فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیه اخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار. وقتی که دیگه حسناتش نموند، همه نیکی و احسانش تمام شد، همه عبادتش زدن، خصما گرفتن، پس خطا و گناه های همون خصمه های باقی مونده را میگیرن در بالای سر این میزنن، جمع میکنن و بعد ببرن در آتش دوزخ بپرتوینش. حدیث مسلم در صحیح مسلم اومده است روایت. عاقبت کار همی است. امروز یک مسلمان برای ما SMS روی کرده است در روز جمعه. من گمان کردم که کدام برادر مسلمان ما را با روز شریف جمعه تبریک میکنه. نوشته است که السلام علیکم عبدالرحیم، بر تو و بر اولادی تورجان زاده لعنت خدا بود. ببینه برای چی؟ برای عقیده اتون، که عقیده شما عقیده ماتوریدی است. هرچند میگم که همین بدگهرا را سخنای قبیح نگم، اما ببینه چی کار میکنند. این همون کژدمای زیر بوریا هستند، هر لحظه را استفاده برده و نش میزنند. این جوان مرد نیست که غیرت نداره، مردی نداره که مثلا روبرو بیاید، روبرو گپ زنه، بعد تلفنش کشت است. بدبخت هر قدر که تلفنش کردم در حالت غضب نبرداشت. ببینه در روز جمعه این به سعادت احمق عقل فراست نداره، این نمیفهمه، این نمیدونه که ماتوریدی کی است. من به این به سعادت مراجعت میکنم، گمان میکنم که در این مسجد ما نماز میخونه که ای به شرف همه شیخا تجمع که تو ملعون تو چی؟ تو یا روبه هیلنگی، همون شیخات همه را جمع کنو، کتاب توحید ماتوریدی را در پیشمون که چند صحیفه هم را میفهمن. اوگه همون شیخای احمق تو در پیش ماتوریدی عاجز هستن، سخن ماتوریدی را نمیفهمن. شما را صدقه ماتوریدی کنه احمقا، شما را صدقه آدمگری کنه، پروردگار زبان تا خشک کنه. تو ملعونه که نه عقل نه فراست، نگو به بنده های خدا به مسلمان ها در روز جمعه لعنت فرستی. در روز جمعه انشاءالله فردا روز قیامت من دامن این ابلهانه، این کودک های، این احمق های، دامن همون شیخ های احمق هشه که این را علم خیلی وسوسه میکنن، زومبیش کردیم، به عقلش کردیم، دامن همون را میگیرم در پیش خدا. چی گفته است؟ از بالای منبر شعر نخوان. آقای عقل فراست داشته باشه که من قطعی ابله گپ زنم. ای موشک ابله، پیش شیخات که رفتی به همون شیخات برسان که داملا عبدالرحیم از بالای منبر حدیثای پیغمبر را دلیل آورد. آقای من نمیدونم این خورا سختاره چخیل من خورد میکرده باشن، همین خیل زوم بیشو میکنن که این احمقا دیگه نه آیت هم میفهمن نه حدیث هم میفهمن. به همون شیخای به شرفت برسان. حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کردیم از حضرت ابو هریره که حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی شعر می گفت. حضرت عمر از پیشش گذشت، پساندش. حسان ابن ثابت با عمر رضی الله عنه مراجعت کرد، گفت کنت انشده و فیه من کان خیر منکم. من در این مسجد شعر میگفتم در زمانی که شخصی از شما بزرگتر در اینجا بود، پیغمبر خدا در اینجا بود، پیغمبر مرا معنی نمیکرد. بعد به حضرت ابو هریره مراجعت کرد، گفت انشدک الله اما سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اجیب عنی یا حسان اللهم ایده بروح القدس.
گفت تو را به خدا سوگند ای ابو هریره، تو از پیغمبر نشنیدی که پیغمبر به من مراجعت کرد در داخل مسجد، گفت ای حسن از جانب من جوابی مشرکان را بده. مشرکان هم طعنه و ملامت میکردن پیغمبر را و دعا کرد در حق من که پروردگارا حسن را توسط روح القدس، توسط جبرئیل امین علیه السلام کمک کن، به حسن الهام بفرست تا اینکه جواب مشرکان را بده به طریق لازمه. منبر میگوی در جامع السنن امام ترمذی از مادر ما بیبی عایشه روایت شده است که میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یضع لحسان منبرا فی المسجد. پیغمبر برای حسان ابن ثابت در مسجد نبوی منبر میگذاشت و حسان را بالای منبر میبراوند و همچنان که خطبه خونده میشود حسان راست ایستاده شعر میخوند در وصف پیغمبر و در وصف اسلام. آخه شما موشکا چی را دیده؟ از شعر مولوی تلختو میکفه؟ زیرا مولوی شما را موشک گفت است؟ زیرا شما مولوی شما را همون دیوهای شیطان فتنگر گفت است؟ آخه شما همی هسته از خودتو خفه شوه. من حیرانم به این بی‌سعادت ها چی بگم؟ در سنن امام نسائی و در سنن امام ابو داود به اسناد حسن صحیح روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام عمره قضا در گرد خانه خدا، این مسجد نبوی بود، اگه من برای شما مثال مسجد حرم هم میارم، وقتی که طواف میکرد به یک روایت عبدالله ابن ابی رواحه و به روایت دیگر کعب ابن مالک که هر دو صحابه های پیغمبر هستند، پیش پیش پیغمبر قدم میزدند، پیش پیش قدم میزد، شعر میخوند خلو بنی الکفار عن سبیله، خلو بنی الکفار عن سبیله اليوم نضربكم على تنزیله ضربا یزیل الهام عن مکیله و یذهل الخلیل عن خلیله. میگفت ای کافر بچه ها، سری ره پیغمبره که شعر خدا از خالی کنه که امروز با تنزیل با قرآنی که بر محمد نازل شده است چنان ضربه مرگاور بر شما میزنیم که کاسخانه سرتون از سرتو جدا میکنه و پدر از فرزندش جدا میکنه. حضرت عمر مراجعت کرد، گفت یا ابن رواحه بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی حرم الله تقول الشعر. ای پسری رواحه، گفت تو پیش پیش پیغمبر خدا در خانه خدا در حرم خدا شعر میگوی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر مراجعت کرد، گفت خلی عنه. یا عمر گفت کردارش نشه، خلی عنه فلهو اسرع فیکم من نسح نبل. شعر ای و سخن ای ابیات که ای میگه برای مشرکا از تیر از پیکان دیده سوزانتر ای پیکان دیده زودتر اصابت میکنه، یا را جاناشو سوخته است. اگر تیر در بدن اصابت کنه، آخه سخن شعر ای مردک در جانشو اصابت میکنه. من راستی که به تاب شدن این ابله ها را میفهمم، وقتی که شعر مولوی را میگوی آخه جانشو میاد درد میگیره. موشک که موشک میگه و میگه تو به شتر سرپنجه نرو، تلخشو نمیکفه، تلخشو میکفه. اما از خودتو گیله کنه ای به سعادتو مرد باشه، بیای مرحمت راهی ما کشاده است، من رنگ شما پنهان نمیشم، من رنگ شما تلفن من نمیکشم، نوجوان مردو غیرت داره، بیای من پاسخ سوال شما را بتم. اما باز تاکید میکنم که فردا روز قیامت از همون مردمی که این ابله منقورت کردیان احمقش کردیان در پیش خدا حق طلب میکنم. انشاءالله دست در دامانشو میزنم، حق طلب میکنم. اگر نماز خونده باشن، روزه گرفته باشن، از این به سعادتو میزنم بگیرم انشاءالله. خوب وقتم تمام شده است. علی رغم سخنی هم یا ای حضرت مولوی نظم میگم بگذار بسوزاندم برای بدبختا. حضرت مولوی میفرماید در مثنوی شریف، آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخمی خنجر و هم ضربی مشت،
اون یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تحقی مادری. یک شخص در حالت غضب میگه مادرش زد کشت، اول دو سه مشت در دهنش زد، بعد خنجر گرفت در دلش انداخت. یک شخص مشاهده میکردی حالا گفت ای بدگوهری احمق، تو لااقل همه حق مادریش یاد ناوردی که مادری تا هست. هین تو مادر را چرا کشتی بگو، او چی کرد آخر بگو ای زیشت خو. آخر مادری تو چی گناه داره که گفت کشتیش؟ گفت کار کرد کن آری وی است، کشتمش کین خاک ستاری وی است. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. این خانه سوخته را گفت اگر نمیکشتمش خون خلق در زیمانم بیافتید. همین مادر دائم تاکید میکرد که برای فلانی را بکش، برای فلانی را بکش. آخه برای این بدبخت شده هر روز من یک مسلمان را بکشم، خونی بیگناه ها را در گردنم بگیرم. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. این را کشتمش جانم خلاص شد، دیگه نه یک کس میکشم نه خون یک کس در زیمم میافته. بعد حضرت مولوی شرح میته این سخن و این سخن ها شرح دارن، از بس که این احمقا شرح توضیح نمیفهمن، گوساله هستن، از همین خاطر مولوی را مذمت میکنن و به قدر شعر نمیرسن. حضرت میگه نفسی تستان مادری بدخاصیت، که فنای اوست در هر ناحیت. همون مادری بدخاصیت این همی نفسی پلیدی تای، هم بکش او را که بحری آن دنی، هر زمان قصدی عزیزه میکنی. همه شهرت طلبی و نفس تا بکش ای بدبخت، همه حسودی تا بکش که تو برای این حسودی تو قصدی عزیزای خدا را میکنی. خودت هیچ هنر نداری، به جامعه هیچ فایده نمیاری، اما دائم در زیان و ضرر بزرگاه هستی. از وی این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. از روی همه حسد، از روی نفسی بدی دنیای خوش در نظر تو اینقدر تنگ ای، آرام نمی ایستی، همیشه در بین مسلمان ها فتنه می انگیزی، باعث ریختن خون مسلمان ها می شوی. تو حسودی که از فلان من کمترم، می فزاید کمبینی در اخترم. تا حسد میبری که چرا آبروی من رنگ فلانی نیست، چرا در مجلس موعظه من اینقدر آدم جمع نمیشود. این حسد است. خود حسد نقصان و عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمی ها کمتر است. این حسد از همه گناه ها با کمتر و پستر است. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا می گماشت. بوالحکم نامش بد بوجهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. همین ابو جهل ملعونم به سبب حسد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، شخصی که یک زمان ابوالحکم بود، پدر حکما، هیچ قضیه قریش به مرافعه و به حکمی این حل نمیشد، آیسته آیسته ابو جهل شد، پدر جهل شد. ببینه آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا میگماشت. بوالحکم نامش بد و بوجهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. من ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به از خوی نکو. راستی وقتمونم تمام شد. به همین شعرهای مولوی انشاءالله صحبت امروزمون حسن خاتمه ببخشیم. انشاءالله اگر خدا مدد کرده باشد، خداوند امکان مبتا هفته آینده با صحبت از همون جایی که قطع کردیم ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.